همدیم دوستا بسیار یک جای دیدنیه، واقعا زیبایه. از این ویدیو لذت ببرید دیگه. امروز فقط همدیم به خاطر دوستا یک جای زیبایی رو نگاه که از این ویدیو لذت ببرید. دریا رو نگاه چه جایه، دو طرف بخی دریای دیگه. فضا رو سیکو دوستا این دو سیکو قایقا رو واقعا زیبایه. با ما باشین دوستا. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین، خوشم بیاد دیگه. جور صحتمند باشین. بهترین جایه، دو طرف دریایه. بهترین جایه واقعا. این طرف هم فضای آزاد. واقعا جای زیبایه. اینه دیگه سعی که تو واقعا فضای زیبایه. فضا را سعی که دوستا لذت ببرن. همه تو بریم ببینیم که در کجا میرسیم دیگه. این طرف هم جای کسایی که میخوای چیز کنی، قایق اجاره کنی. سب شما رو نشان بدیم. فشار من بیاد بیتو نه احتیاط کنه مقصد. واقعا زیبایه. الله الله چه جایی، واقعا زیبایه دوستا. دو طرف دیگه الان ولی پول هستیم. این هم پول دیگه سر تا سر. بهترین جای برای تفریح. یکم نور گوشیم هم پایین دوستا شارژ ندارم. مقصدم یک ویدیو براتون گرفتم. اینه آدرس دوستا. هر کسی که آمدین اینجا باید دیگه. یعنی اینجا بهترین جای همین دریا که میگیم هم موقعیت اینجاست. یعنی آدرس دیگه دوستا. یعنی دو تا آدرس. بهترین جای جنگلیه دیگه. یعنی میشه دیگه میره دیگه. دکتر تو دوستا بهترین جای دیگه. همدن لب دریا دیگه. یعنی می پول دیگه نمیشه. یک موزه میپوشید. خود چی گفتنی در اینجا که شما را همه در یوتیوب نگاه منه؟ نه چیزی گفتنی نداریم. کجا آمدن امروز؟ خب بگین دیگه گفتنی های تا نداره. استین آمدیم. حسین خب برای بیننده های ما چه گفتنی دارین؟ از به
بیننده هایتان میگم که بیاین اینجا. آفرین. اینجا کجا هست؟ اینجا لایپزیگ. نه اتونی فیل بیت. آفرین. یعنی قایقای دیگه دوستا باید اینجا کرا کنی بازموتر خوش سوار شد بره دیگه. این از این ساختمان کراییه دیگه باید بگیری از اینجا. واقعا جایش بسیار زیبایه برای خانوادگی. اینجا که بخوای باین دیگه صفای واقعا عالیه. دو رقم مرغ پخته کنید. چه پخته بکنید؟ سه رقم گوشت چه پخته میکنی؟ سعی کن باور که 3-4 متر آب هست. خیلی قویه.